سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. اول اینکه قیافه ژوله بوده من خیلی ببخشید واقعا، یعنی من همیشه توی این ویدیوها یه جوری شروع میشه که من مجبورم که ژوله بوده باشم. بعد اینکه می‌خواستم بگم امروز هفته تیر ساعت 11:30 فکر می‌کنم دقیقاً یک روز بعد تولد منه. من برنامه داشتم که تولد مفصل برای تولد 20 سالگیم بگیرم و خب این شروع ولاگ منه. حالا در ادامه روند و اینا میگم و احتمالاً فقط 2 پارت داشته باشیم. یه قسمت آماده سازی آماده شدنشه، یه قسمتش هم خود مهمونیه. همین، مرسی که همین ماچ بهتون و اینکه ببینیم چیکار میکنیم. این یه بهتون بگم من تولدم همه چیزش با دیگرانه، به غیر چند تا چیزش، مثلا خود میز مزهش خودم قرار درست کنم و بخاطر همین هم میخوام بهتون نشون بدم که چیکار میکنیم چیکار نمیکنیم. خیلی سخته، واقعا خیلی سخته، اما خب خیلی دوستشم. ببینیم چیکار میکنیم. فرامونم که یه چیزایی داره 50 سانتیگراده از بالا بهش بدم. این میشه درسته؟ چی داریم درست میکنیم؟ دارم دیپ زیتون درست میکنم ولی شاید هر چیزی باید به زیتون اینجا هستیم با ملیکا خانم. سخاری کردن چیز میذارم مسئلهش با ملیکا هست. این چوککه، اینم پیازه. راضی هستی از اینکه زودتر بدی ملیکا؟ الان خیالا رو اساسا خوب کردم و دارم توشون رو خالی میکنم که این موادی که درست کردم هم چیز خاصی نبود، نعنا و هواپنی بود توی اینا بذارم. بعد تیکی تیکی برششون میدم خیلی کوچولو بذارم سر میزم دیگه. خیلی سوده سر کنی درست شده قیافهش نگاه نکنید چه خوشگل. اینا رو آماده شد. خب بعد از اینکه اینو از سر در آوردم بعد با ماست و تنگ پارمزان رو قاطی بکنم، ولی این سیری هم که کاملا انداختم یه دهی میکنم و بعد میکسشون میکنم. بعد اگه لازم داشت دوباره نمک رو میزنم. من نمک زیاد من نمک زیاد نزنم بخاطر اینکه خود زیتون نمک شد. ولی خب بعد شکل نیازه میزنم. دوستان عزیز الان در خدمت من و دیپ زیتون هستیم. ببین امیدوارم خوشمزه باشه. اگه خوشمزه باشه من هیچ ایده‌ای ندارم که چیکار باید بکنم. ملیکا دستامون رو نشستی؟ من بعد از هر کاری شستم، چیز نبود. چشت نیسته لمن سو. Oh my god! واقعا بسم چه خبرتونه؟ کیمیا رو بیشتر قبلا تو ولاگام دیده بود. تو یه ولاگ بیشتر محبوب قلب ها. بلوغ اینجا اصلا همه وای جیر نکن. بارم کم آماده میشه. ماشاءالله سارالله.
حساب نبر بیا خاله چرا نمی‌تونه Everyone, it's my birthday.
خب شما الان من دارید با یه قیافه خیلی خسته‌ای می‌بینید، ولی خب من اینجوری نبودم، خیلی قیافم اوکی بود و مهمونی تموم شد ساعت 1:25 است دقیقاً. الان دیگه 8 من دیگه 8 تیره دقیقاً 2 روز بعد تولدم و اینکه مرسی همراه هم بودین، مرسی از همه دوستان، مرسی از همه کسایی که لطف کردن، تشریف آوردن، اومدن در کوبیده شد. مرسی از همه‌تون که تشریف آوردین، واقعاً کنارم بودین. خیلی خوش گذشت، خیلی زیاد خوش گذشت، یعنی اصلا باورم نمیشه. ولی خب خستگیش قراره تا روز تو تن آدم بمونه، خاطر اینکه خیلی زیاد خیلی رقصیدیم، اصلا باورم نمیشه. و اینکه ماچ بهتون، واقعا مرسی که تا اینجا ویدیو همراه همونین. لطفا سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشن روشن کنید و لایک و کامنت هم یادتون نره. هر چی دوست داشتین بنویسید، با هم صحبت میکنیم توی کامنت ها. دوباره ماچ بهتون، شبتون بخیر، خداحافظ.